در نتیجه گذرانیدن چورابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نوبالغ 16 ساله ساکن ناحیه اشت با گمان قصدا رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده شب 11 ایول سال 2024 تخمینا ساعت 22:30 با نوبالغ 16 ساله ساکن ناحیه اشت وا خورده جنگ و جنجال نموده او را لطو نموده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با قسم 1 ماده 110 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چورابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 39 ساله ساکن شهر استرافشن همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده سال 2021 در حدود شهر استرافشن با راه فریب به باوری مرد 61 ساله ساکن شهر مذکور در آمده با وعده از روسیه دسترس نمودن محصولات پولیزی از او $20,000 آمریکایی گرفته به احتیاجات خودش صرف نموده است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با قسم 4 ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.